تایور دیدم میگه مولی زب سزر بکنم باشه سزا کسون ها آه سوس راستون راست کنیم کجان گوش کن کجان لبه اوزی موزاب سهوی میکنیم مایلاش التماس در وقتی سیونکا وای نگویدو با گفتم دیدن که کاپوس کلمه کاپوس هم استفاده نبرین وای هم نگوید تماما خب البته همین خواجگی شما بسیار خواجگی پیش قدم بدهد البته خواجگی پیش قدم مراد این سیم برا بروی قدم هی تشکر البته باور کنید مهنت حلال میکنین ده البته خوش سر میکنین ها یک دو سه سلام برادران عزیز سربلند و خوناباد باشید مرحمت ما در همین بلندتر او ایسر یک دو سه سلام علیکم برادران عزیز این حال ما در رفتی همین سیونکای دهخانو یعنی که همین برادران میشناسین سیم برای که اومده هستیم که دهخان یعنی که خواجگی پیش قدم باز سوالهای تماما دیگر گوش کنید اکا جان همین میگن که زمین زر است و دهقان زرگر البته درست خیلی کرده شما البته چکلی میگوین که جهان را خرمی از دهقان است از او گاه زر گاه بوستان است ما شما اکا شعر میدونید البته ما شعر میدونیم البته چکلی گفتیم البته اکا جان کلمه البته را استفاده نبرین تماما کلمه البته اونقدر نقض نیست البته بسیار استفاده نبرین یک مرتبه یا دو مرتبه تمام البته انا البته چکلی میگوین جهان را خرمی از دهقان است از او گاه زر گاه بوستان است و چکلی که البته میگوین زمله وادو اوراژه نرادو البته باش ما اکجان روسی را میدونی البته در وقتای خودگی خود البته ما کتاب مطالعه میکنیم البته ما شعر از یاد میگیریم البته اکجان همین شما کجا خواندگی کجا تمام کردین من دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان به نام استاد میرزا تورزاده را ختم کردم فاکولته اگریفاک چی فاکولته اگرافاک تمام کردم گوش کن که معلومات درباره همین غلایی که شما امسال از سال گذشته چقدر مقدار بلند شد کتا معلومات میدادین البته که امسال سال روان البته از سال گذشته البته خیلی حاصل فراوان بود البته شما شاهد هستید که توی تا چند سال است که خواجگی ما البته پیش قدم است البته مردم اومده است اکا جان کلمه البته تماما استفاده نبرید شما اکا جان اکا جان ما سیم ساله که شما همکاری میکنیم شما اینترویو میگیرین شما نفهم کنید میبخشید البته اگر زمین حاصل خیز نباشد فراوان نباشد البته حاصل نمیتونه دوستان عزیز اکا جان اون نمیشه که کلمه البته را استفاده نبرین البته نمیشه البته البته